گور بابا شاد چی؟ حالا بگو آقا دین شما یاد ندادم به گور مرده توهین کردن زشته. این یک. شما حالا به گور دیگه که توهین کرد که نباید میکرد دیگه. هر کی هم باشه بالاخره خدمت کرده به این کشور. کی؟ هر کی بود. شاه میگی؟ حالا من نمیگم هر کی خودش میدونه به کی. نه به گور بابا شاد چی؟ حالا به گور هر کی توهین کردی. حالا شما اگر به جای شما محمد رضا شاه پهلوی از قبل میومد بیرون اینجا مینشست در حمایت از نظام پهلوی برمیگشت میگفت آقا تو دوره قاجار مردم شناسنامه نداشتن، من مردم شناسنامه دادم. مردم از وبا و بیماری کثافتی داشتن میمردن. اجازه بده. بعد 47% که شما میگی 47% که شما میگی شده 97% و فلان، شما هم برمیگشت میگه آقا قاجار 10% مردم 10% هم نه 5% مکتب خونه یه دونه دانشگاه تو کشورتون نبود. من اومدم اینا رو ساختم. شاه خدا بیامرز فقط نفت و گاز و پل ورسک رو ولش بکن. بابا کلاس لول داشت می اومد تو ما، از اون قاجار کیری لول داشت می اومد تو ما. آقا مشکل آقای شاه میدونی چی بود؟ من به شما بگم، من خیلی خوندم. ایران رو برد 100 سال جلوتر از اون چیزی که بود. داداش اشتباه بود.